سیفدا زود یک امبولانس بخوای. درست است. بیادر بیدار شو بیادر. بیدار نمیشه ملا صاحب. بیدار شو بیادر بیدار شو. تو به او بچه نگفتی که شب به خانه بیازن؟ گفتم کوکسال گفتم امکان داره که برش نگوی. خب خیلی کجاست او کجاست؟ بیبی سیفدام نیست. اوف این اولادا مرا یک روز از بین خود بردن. کوکسال یک چند دقیقه منتظر باشه که زود قار نشو. یک دقیقه صبر کو. اونا میاین. بیبی اگر سیفدا امرای او آدم یک جا باشه نه حساب این کار از تو پرسان میکنم گفته باشم. بیادر بیدار شو. بیادر بیدار شو. ملا صاحب بیدار نمیشه. خدا داد کم است که مغزای نفر از بینیش بکشی. این به خاطر مواد مخدر است. سیفدا امبولانس خواستی چی شد؟ خواستم حال میایه. بچه‌م باهوش بیا جان مادر. باهوش بیا. خاله جون آرام باشین. امبولانس حال میایه. چشمای تواز کو بچه‌م. جان مادر باهوش بیا. بچه‌م جان مادر چشمای تواز کو. قربان جام بچه‌م چشمای تواز کو بچه‌م قربان جام. این مواد لعنتی رو کی به بشه فروخته؟ ها یاشار؟ نمیفهم ملا صاحب خبر ندارم. ملا صاحب دمی سرک بالا یک نفر ناشناس بود. همو بوده میتونه. خدا او صورت شو به من نگفتین. سیفدا تو در دکان منتظر باش. مسعود پس میایم. ملا صاحب در اونجا هستن. کجا میدی؟ یک دقیقه صبر. چی گپ است بیادر؟ خبر کو گفتم. بیادر چی گپ است؟ گپ نزن. اینو چی است احمق؟ تو هنوز چند سال هستی؟ کی تو را در این منطقه روان کرده؟ های بیادر تو کی هستی؟ علاقه مرا. این کار خیلی آسان نیست. در این منطقه فروشنده مواد مخدر زنده دفن میکنم. فهمیدی؟ برو پیش رو. حالا پیش رو. خدا داد از رای سرک دیگه میره. تو از پیش رویش برو. من از پشتش میرم. کاکا دستمال میخری؟ تو خانه نداری؟ دارم کاکا خانه دارم اما این دستمال فروخته به بیادرم شروع بازی چه میخرم. امرای ما بیا. ملا صاحب یک طفل به بیادرک خود شیر و بازیچه میخره. پیشتان 5 لیره است؟ خدا داد او فروشنده کجاست؟ گفتی فروشنده؟ نمیفهمم کجاست. من در مارکت رفتم ملا صاحب اما پیش ما پول نبود. طفلم همه قسم منتظر مانده. بگی اگه با کدام چیز دیگه هم ضرورت داشت بگو فردا با دکان ما بیایه. خب سعیس ملا صاحب.
این بچه کجا گم شد؟ کاپچه سینانه از میدان ورداشت. درست قسمی که قبلا پلان کردیم. در وقتی که علی را میکشند تو پیش پدر دختر باش. اصلا کاری نکنی که سر تو شک کنن. درست است کاکا جان، تو هیچ تشویش نکن. چی شد؟ چی کردین؟ تا این وقت کجا بودی علی؟ چیز مهمی نبود. من تو را تا خانه میرسانم. فکر کنم باران میباره علی. حالا عجله کن. پیش از اینکه باران ترم کنه باید در موتر بالا شویم. بریم. درست است. بسیار زیاد میبخشی. من از صدای رد برق زیاد میترسم علی. درست است، نترس، من هستم. حالا بخیز. تو خوب هستی؟ خوب هستم علی. میبخشی تو را میقسم سر تو پا دعو غرق کردم. مشکل نیست سفدا. خودت تر شدی. اگه قسم به خانه بری حتما مریض میشی. بیا خانه ما بریم. کالایت که خوش شد باز خانهتان میرسونم. نه من سفدا تو را در این حالت هیچ جایی نمیمونم که بری. حالا بریم. درست است. حالا برو. اونجا بیشی. درست است، منتظر باش. حالا گرم میشی. صبر کن، زود پس میایم. سیفدا بگی. بسیار تشکر علی. بیبی اینا خشک از پاک و سطر هستن. کالایت تبدیل کردن میتونی. پیش من کالا هست علی. راست میگی؟ درست است، خودت میفهمی. تو ده اینجا راحت کالایت تبدیل کن. ما ده برگشت را خانهتان میرسانم. درست است؟ تو کجا میری؟ همراه خدا داد یک کار بسیار خورد دارم. او را حل کرده پس میایم. اما هنوز خب باران میباره. بازم تر خود شدی؟ نه، حال استاد خود شد. خب درست است. ملا صاحب، خدا داد. از شفاخانه کدام خبری است؟ خوب است ملا صاحب. از نشه مواد مخدر خلاص شده. خدا را شکر. ما باید حال هر چیز زودتر و فروشنده را پیدا کنیم. او را که پیدا کنیم باز میفهمیم که در پشتی کار دسته کی است. حالا دیگه بریم می چهار طرف یک بار ببینیم. حالا علی تو خود کدام چیزی نخور. تو هنوز هم در اینجا چی کار داری؟
چطوره چی؟ علی ده خانه نیست اما تو نیست؟ هدف تو چی است؟ تو چی گفت امیری ها؟ چرا در چهار طرف علی میگردی؟ من در چهار طرف علی میگردم همو تو؟ بله تو بیبی حالته در خانهش آمده دیگ پخته کردن تو میخوای چی کنی؟ اصلا به تو چی دختر جان؟ به تو چی؟ نه که تو پرستار علی هستی هرچی دلم بخواه میکنم. به تو چی؟ چیزی به جواب دادن نداری اما تو نیست؟ دارم یا ندارم؟ به کدام حقی از من پرسان میکنی؟ تو چی علی میشی؟ ما تو ما خو عادت علی را بسیار خوب میفهمم. گذشته ما زیاد است. بیبی این خودت میگی گذشته یعنی دیگه خلاص شده. تو استاده ناراحت میکنی. اگر به تو چیز نمیگه از نزاکتش است. یک دقیقه صبر. توی همه از کجا میکشی؟ زیاد به تشویش هستم. میفهمی ما تمام روز با هم یک جایی بودیم. استاد علی بسیار زیاد خوش معلوم میشد. ها اگه میگی من به گپت باور ندارم و میخوای بشنوی باز منتظر باش وقتی آمد یک جای ازش پرسان میکنیم که ناراحت میشه یا نمیشه. چی نظر داری؟ ها نه که تو نمیخواستی مدل شوی. حالا ای به او چی ربط داره ها؟ زیاد ربط داره. دنیای علی واضح است. منتظری خو نیستی که او به خاطر تو از طرز زندگی خود منصرف شود؟ خب تو چی؟ تو به خاطر استاد علی از طرز زندگیت و خیالاتت منصرف شده میتونی؟ به نظر من نمیتونی. با او خاطر در چهار طرف علی گشته فکر او را مخشوش نکن. این کار بزرگترین بدی است که در حقش میکنی. بیبی بازم برات میگم توکچه سبا پیش سفدا میری و برش میگی که علی سینانه تهدید کرده. خوب صحیح فهمیدی یا نه؟ فهمیدم با قوی کار. شما هیچ تشویش نکنید. همه چیز طبق خواستتان میشه. خوبش. سارپ خانم توکچه را تا خانش برسانین. ای کار سبا خلاص میشه. سفدا مولا علی را مقصر تهدید بیادر خود فکر خود کرد. سلام. کل چیز بسیار خوب معلوم میشه اما خدا نخ بازم ساختی. دروازه را باز مانده بودی. تو خسته شدی یا کدام گپ دیگه شده؟ هیچ چیزی نیست. تو نان خوردن شروع کردی. در صورت ما یکان چیز به خود میگیرم. بسیار مزه‌دار است. قربان دستایت. دو چی است؟ ای دیگه از کجا شد؟ او
او دختر دوا فروش آورد. ماشاءالله بسیار خوب متوجهیت است. همیشه همین قسم برات نان میاره؟ همیشه ای کارا نمیکنه. یگان وقت میاره. بسیار خوب است. همه دیگه میرم. مادرمشان به تشویش خود شده. من میرسانمت. هیچ لازم نیست. ناوقت شده. من میرسانمت بریم. سیس. به نظرت من چی قسم اگه انسان هستم؟ نفهمیدم. یعنی از نظر تو من چی قسم انسان هستم؟ نمیفهمم. دی بارش فکر نکردیم. هیچ وقت. یعنی تو یک دختر خوب هستی. قلب پاکم داری. همه قدر؟ البته کم قدر نیست اما خب دیگه؟ در وجود تو یک چیز متفاوت است. چی قسم یک چیز؟ چیزی که در دیگران نیست. خوب است یا بد است؟ البته که خوب است سفدا. یک چیز دیگر هم پرسان کردم میتونم؟ بفرما. ای دوی گو در مقابل تو کمی بیشتر حساس است. در بینتون کدام چیزی هست؟ میشه برام جواب بتی علی؟ به نظر تو هست؟ سوال با سوال جواب نتی. حالا مجبورم نکو گپ بزنم. عادت است که قدر سوال کنی؟ یعنی زیاد گپ میزنم؟ یعنی همونطور است. تو باز خواهد دیدی. سیفدا، راستش بله زیاد گپ میزنی، اما به نظر من هیچ مشکلی نیست. یعنی من مشنوم. ببین هنوزم. یعنی که من زیاد گپ میزنم نه؟ سیفدا بله زیاد گپ میزنی، اما وقتی که انسان میشنوه باز آرامش پیدا میکنه. میخواه که هیچ وقت خلاص نشه. پس خوب است دیگه. سبا باز خواد دیدیم. شب بخیر. شب تو هم بخیر. سیفدا؟ کجا بودی دخترم؟ ها؟ اینه خو آمدم دیگه پدر. گفتم کجا بودی؟ امروز توکچه در رستوران بودم. سیفدا تو از سینان خبر داری جان مادر؟ نه که تو هنوز نامده. نه موبایلش هم خاموش است. بسیار تشکر.
از سینان هنوزم خبری نیست. آخرین بار در منطقه استادمانی کار شده بود. او هم به کدام جای فرار کرده. به خانم نرفته. او استاد همراهش کدام کار نکرده باشه. آدمی را که ما مقرر کردیم اگه غرضش گرفته باشه این بار نمی بخشمش. او را در سر سرک دفن کرده تمام موترهای استانبول از سرش تیر میکنم. ودت استاد علی کجاست؟ فعلا خدا اینجا نیست. بچه مو را خو میبینم. کجا هست؟ بیادر به شما وعده داده بود که مولا صاحب اینجا می باشه. اگه داده باشه خو حتما در وقتش میآید. شما حتما وقت آمدین نه؟ ودت ایلوده چی گفته میره؟ مغزی کار نمیکنه پیلوت. بدون شنیدن از دل خود گپ میزنه. روز پیش به خاطری که گپ بزنه ما هر چیزی که از دست ما آمد انجام دادیم، اما یک کلمه هم نگفت. ببین مرد بزرگ، با استادت بگو که او را میپالیدیم. دیروز در منطقه سر فروشنده ما حمله کرده. اگه همراه او بچه کدام کار کرده باشه بره خودش به خود یک قبر بکنه. مرا مجبور به این کار نکنه. فهمیدی که چی میگم یا نه فهمیدی؟ این آدرس جای ماست. با استادت بگو آمده ما را پیدا کنه. اینجا چه قسم یک جای است؟ وقتی آمدین باز میبینین. اونجا آمدن آسان از خارج شدن نی. حالا نمفته سفدا تو کجا میری؟ میرم مادر همراه علی گپ میزنم. جان مادر پدرت خو میشناسی؟ سینان تا هنوز به خانه نامده. مادر علی شاید بتونه پیداش کنه. سفدا لطفاً. مادر قربانت جام خودت اداره کو. به پدرم یگان چیز بگو دیگه لطفاً. نکو علی تا هنوز نمرده رئیس. مرده فکرش کو. سفدا میشه با هم گپ بزنیم؟ تو با کدام روی پیشوری من میایی بدونی که بشرمی؟ بیبی به خاطر کارایی که شده بسیار ناراحت هستم. خواهش میکنم یک دقیقه گپ ما بشنو. تو یک کلمه تو هم نمیخوایم بشنوم. من از تو نفرت دارم. سفدا درست است. سعیس گوش کن. میفهمم کارای وحشتناکی کردیم، اما هر کاری که کرده باشم به خاطر محبتی است که نسبت به تو دارم. سفدا لطفاً خواهش میکنم مرا درک کن. بیبی دی دنیا با من از عشق تو کده هیچ چیزی برای مهم نیست. تو یگانه حقیقت زندگی مستی. دیگه در قضیه هیچ چیزی هم نیستم. سفدا خدا جزای تو و عشق تبت اوی گاد. او علی که سری زیاد اعتماد داری و قسمی نیست که تو فکر میکنی. آقا ایگار میبخشین براتون خوش آمدی گفتن نمیتونم. شما دخترم گریختاندین. دخترم گریختانده بودین. گپای مفتوان کوکسال. گریختاندن چی؟ اگه با یک تاری موی سفدام ضرر برسه
ما دنیا را در میتم گریختاندنی چی احمق. دیگه ای که پیش از همه کارا ما برات نگفته بودم. مگم شما در خانه من نمیشینین چطور؟ شما از ما بسیار زیاد قرضدار هستین. با وجود همه کوشش میکنم که تمام نیازمندی‌های شما را رفع کنم. کدام چیزی هم گفتیم؟ نگفتیم. چرا؟ به خاطر که من زیاد سیفدار دوست دارم. به خاطر خوشی و خانوادش هرچی که از دستم بیایه انجام میدم. اما شما کسی را که سالا میشناسین، به او اعتماد دارین، کسی که به شما آغوش خود واس کرده و به جایی که به ما باور کنین میرین سری و علی که درست نمیشه آماده باور میکنین. این کارتان چی مانا میته؟ اما ما پیش از یان برات گفته بودم او علی که چه قسم یک انسان است بسیار زود خود فهمیدین. کدام چیز دربارش میفهمی؟ از منطقه علی آمدیم. رفته بودم که برش بگویم پشت سیفدار علاقه. شنیدم که سینان تهدید میکرد. چی؟ چی؟ آی خدایا حال بچیم کجاست؟ هنوز پیداش نکردیم. میپالیم. با پلیس هم خبر دادیم. انشالله که زود پیداش میکنیم. میکشیش، حتما میکشیش. کوکسال یک کاری کو. خواهش میکنم یک کاری کو. سیفدا؟ دکتر؟ دختر هر دقیقه پشت دروازه آدم هستی. تو چی میکنی؟ آی او قسم یک چیز نیست. سینان دیشب خانه نامد. گفتم شاید علی بتونه پیداش کنه اما در خانه نیست. دکانش هم دیدم نبود. بچم که او کجا رفته؟ تو نمیفهمی؟ چی ده؟ علی دیروز سینان تهدید کرده بود. چی؟ به خاطر چی؟ سینان در سرک بالا مواد مخدر مفروخته. علی هم وقت او را دید از پشتش رفت گیرش کرد، اما سینان فرار کرد. حال علی در هر جای سینان میپاله. مام نو خبر شدم جانم. برات زنگ زدم اما جواب ندادی. هیچ معلوم است که چی گفتم میری توکچه ها؟ جانم ببین در فکرت چیز بد نیار. سینان از یک جای پیدا میشه. فهمیدی جانم؟ حالا بیا خانه بریم. حالا در خانه گپ میزنیم. امرای وادم دیگه نمیبینی دخترم. نفهمیدم. سیفدا تو با زبان خود گفتی نه که بچهش به قتل رساندن. واضح است که ای آدم دشمن دار است. سیفدا حالا به خانه بریم. استاد آمد. دادان دروازه است. خوب است. بان که داخل بیا. اگه اجلش رسیده باشه باز میبینه. منتظر تو است. اصلا کوشش نکنی که کدام کار غلط کنی. پیامی را که برات مانده بودم گرفتی؟ با تو من نگفته بودم که در منطقه ما ای کارایت نکنی. تو به خود یک منطقه جور کردی؟ حالا میخوای مرزشم تعیین کنی؟ تو دیگه کی هستی بچه؟ راست بگو.
سینان تو کشتی یا نکشتی؟ تو چی بد میکنی؟ زود شو بگو ما کی را کشتیم؟ فروشنده را که قرض گرفته بودی حال او آدم گم است. او را کشتی و حال هم آمدی انکار میکنی. تو همراه من میخوایی که بازی کنی؟ هنوزم به خاطر زنده بودن یک چانس داری استاد، اما ثانیه هایت بسیار زود میگذره. حال تو به خاطر که فروشندایت مواد ارزان بفروشن، تو به خاطر کشتن اونا آستینایت برزدی ها؟ بیبی استاد، به خاطر که او فروشنده را از بین بردی و حال میخوایی حسابی کار ازت پرسان نکنم، می تمثیل پیش من نکو. من فریب نمیخورم. همراه او فروشنده هر کاری که کده باشی عین کار همراه تو میکنم. بیبی تو را هنوز نشناختیم، اما تشویش نکو، بسیار زود میشناسمت. مولا صاحب بیادرتان براتان مسیج روان کرده. ببینین بخونین، ببینین بیادرتان مسیج روان کرده. بیادر، به خاطر که تو موبایل نداری در موبایل دوستت روان کردم. ما سلیمان هستم. توپ برفی را فراموش نکردیم، هنوزم پیشم است. بیادر پشت تو زیاد دق شدیم. با آدرس که روان کردیم زود بیا. ای بیادرم داشته و بچه؟ با ایمان است که داشته پیلوت. بیادر؟ وقتی که بیادر گفت باز یادم یک قسم عجیب شد. بیادرش چی شده باشه؟ هر چیزی که شده باشه. با ما چی؟ بیادر گفته بودین اینجا داخل شدن است اما خارج شدن نه. مولا علی دست خدا تکان داد و رفت. پیلوت ما ایر از بین میبرم. بچه چتیات نگو دیگه. تو از این دیوانه چی میخوایی؟ بانش که بره. بیادرم ما زیاد بد است. اول دعوت میکنین، میمان میکنین، بعد از او هم میکشین. ودت بیادر، اینجا کارگاهی چی است؟ اینجا تیاره جور میکنین؟ در داخل خماره چکر بده نه؟ ایره از اینجا ببرین، از اینجا گمش کنین. اکرم ایره ببر، ایره ببره. اکرم بیادر مرا چکر میته؟ ادامه بده بچه. پیش بریم بیادر مرا چکر بده. گیم هم است؟ صحیح زد تیاره من میشینم، خودم هوا میبرم. بعد از ایش مربوط تو میشه کپچه قسمی که گپ زده بودیم. نفهمیدی که چی گفتم؟ آمد. علی! تاکسی! تاکسی!
شروع تعقیب کن. کمی تست رفتم میتونی لطفاً؟ آخر اینو میریم دیگه. لا 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 تو کجا میری علی؟ کجا میری؟ بیادره. سلیمان بیادره. علی آخر در اونجا صدای فایر آمد. مرا در کجا آوردیم؟ پس دور میخورم. صبر مرا پایین کن. گفتم پایینم کن. استاد شو. بفرما اگه پایین میشین پایین شوین.
چرا ناوقت آمدی؟ کار خلاص است. علی دیگه مرد. گفتی مرد؟ بله مرد. مطمئن هستی؟ بله. کدام مشکل خو پیش نامد نه؟ نامد آقا. در این دنیا یک همی آدم کم بود که هیچ نمی مرد. او را ما کشتم. حال برو خدا گم کن تا وقتی که ما زنگ نزدیم در این طرف ها نبینمد. همینجا بود علی. این خوب میشه هموته نیست. خوب میشه برام بگوید. قسمت بعدی سر سینان فایر شده. لوده بربر نکو. ببین گم شو برو. اگر ای قارم سر تو خالی میکنم. گفت پلیس ها او رو برده؟ یعنی که او نمرده. در رابطه با این حادثه معلومات مفصل میخوایم. اگر زنده بانه و بگویه که کپچه سرش فایر کرده بود باز او وقت